خب لیقوان رو دیگه در سراسر ایران میشناسن که حالا با هم دیگه خواهیم رفت و لیقوان رو خواهیم دید و شیوه استحصال شیر و ساختن پنیر و فرآوردهای دیگر. به هر حال محدوده بسیار بسیار فوق العاده، هم از لحاظ حاصلخیزی و هم از لحاظ مناظر بدیعی که داره و دیدنی فوق العاده است. چرا پنیر لیقوان در جهان نظیر و بدیلی ندارد؟ آقای علی اشرفی، رفیق لیقوانی من و تولید کننده متبحر پنیر، دلیل این تفاوت را آشکار فرمود. تو این فصل لیقوان به نظرم یکی از بهشتی ترین جاهای ایران، اصلا فوق‌العاده است. هوای لطیف و آب فوق‌العاده و البته که لیقوان حالا بیشتر به پنیرش شناخته میشه. بله، لیقوان بیشتر پنیرش. البته که پر از نعمت واقعا، این همه گیاهان مختلف و که فکر میکنم پنیر لیقوان هم یه ربطی به اینا داشته باشه دیگه، به این تنوع گیاهی اینجا. چرا متفاوت پنیر لیقوان؟ آقای طبیعی عزیز، ببین پنیر واسه تولید پنیر چیزای زیادی دخیل هستن. چه یکی از علل اصلی مثلا خوب بودن پنیر لیقوان میتونه این علف‌ها و گیاهان دارویی باشه، این آب و هوای بهشتی، این آب‌های روان چه واقعا بی‌دخیل نیستن تو تولید پنیرهای خوشمزه لیقوان، چه واقعا باعث میشه این آب و هوای خوب یه پنیر خوشمزه سالم، البته اصل لیقوان درست بشه، اون لیقوان‌هایی که میگن نه. بعد اون لیقوان که میگیم ما پنیر لیقوان واسه فرآیندش 3-4 تا عامل اصلی است که باید اون رو رعایت کنیم. همین گیاهان چه عامل اصلی هستن، گیاهان، بعدش زاغه‌های نگهداری پنیر که بعد از تولید مستقیم میره زاغه، 3 ماه تقریبا 3 ماه الی 2 ماه تو زاغه میمونه. بعد که واقعا آب نمکشو به طور معمول جذب کرد دیگه، اون میکروب‌های داخلش تبماد و میکروب‌های دیگه‌اش از بین برد، میدایمش تو زاغه. و علت سوم اون خوش طعم بودن پنیر لیقوان این نحوه دوشیدنش، چون مردا دستاشون یکم نیرومندتره، گوسفندا رو ثابت نگه میدارن و اون ناخالصی داخل شیر نمیفته. عجب. این شاید بگم عامل اصلی خوش طعم بودن و با کیفیت بودن پنیر لیقوان. یعنی وظیفه دوشیدن شیر گوسفندا در لیقوان به عهده آقایان. بله. برخلاف جای دیگه. بله اینجا کاملا آقایان میدوشن و خیلی هم با سلیقه میدوشن. درست. پنیر لیقوان اینها یه خامه شکله، داخلش هم سوراخه. اون سوراخ رو آب نمک ایجاد میکنه، آب نمک داخلش نفوذ میکنه، کل میکروب‌های، چون این پنیرها سنتی تولید میشن، پاستوریزه نیستن، یعنی پخته نمیشن، شیرهای خام ما پنیر میکنیم. این آب نمک کل میکروب‌های داخل شیر رو از بین میبره. طی این 3 ماه تو زاغه میمونه. بعد 3 ماه که تو زاغه مون، بعد 3 ماه قابل مصرفه. اگه هم مثلا قابل مصرف نبود، مثلا کسی نیازش نبود، میذاریم تو سردخانه صنعتی تا همون تم بمونه. ولی اون 2-3 ماه تو زاغه طی میکنه. آره، تو 3 ماه باید تو زاغه طی کنه. چون این نکته ایه، یعنی این طراحی تولید پنیر به طور سنتی از قرنها پیش که از پدران شما بهتون رسیده بر اساس دمای این زاغه هاست. عجب جایی اینجا. آره، زاغه که میگن همینه دیگه. این یکی از اسرار، این یکی از اسرار اصلی پنیر لیقوان. آره، پنیر لیقوان علت اصلیش طعم خوبش شده از این زاغه ها داره. خب درسته. این زاغه ها وقتی پنیر درست میشه، تو اولین فرصت که از کارگاه میاد بیرون، میاریمش اینجا، تقریبا 2 ماه الی 3 ماه اینجا میمونه، خوب آب نمکشو بهش خودش جذب میکنه، میرسه قابل مصرف شد، میاریمش بیرون، میبریم سردخانه صنعتی. تو کوه کندن. آره، اینا که داخل کوه هستن، داخل کوه چندیم. این سرما چه هست از خودش، این سرما درسته. این درجهش تقریبا تو تمام فصول سال تقریبا 4 الی 7 درجه است. آره، تو سنگ هم کندن این رو. آره. چقدر قدمتش این؟ تقریبا قدمتش حدود 150 سال میشه. آره، 150 سالی میشه که اینا رو کندن. این 150 سال پیش یعنی پدران شما اینجا. آره، ابا و اجداد ما اون موقع سردخانه‌های صنعتی نبود. درسته. اینجا پنیر نگهداری میکردن، اینجا به همین طریق پنیر نگهداری میکردن. مثلا حدود 2 الی 3 ماه طول میکشه تا اینجا جا بیفته. بستگی به زاغه داره، زاغه هر چه خونش‌تر باشه بیشتر طول میکشه تا بیفته.
اینا پنیرهای که تولید کردیم و آوردیمش زاغه تا انشالله برسن ببریم واسه سردخونه صنعتی دیگه. فقط یه نکته‌ای برای من سوال پیش میاد و اون اینه که این پنیر لیقوان رو چجوری مصرف کننده عادی مثل من متوجه بشه که این پنیر لیقوان اصلی، این فرایند موندن توی زاغه رو طی کرده، به لحاظ اینکه حالا هم عطر و مزه‌اش مهمه، هم از این نظر هم شاید مهمه که در واقع این آب نمک که شما توضیح دادین بعد بره توش و این فرایند بهداشتیش هم در واقع مهمه. چجوری میشه فهمید؟ نشانه هایی وجود داره؟ ببین اونی که تازه میخواد پنیر لیقوان رو مصرف کنه، تا حالا مصرف نکرده پنیر لیقوانو، اون یه تندی خاصی داره پنیر لیقوان. از اون میشه فهمید. شاید نفهمن چون ما خودمون میفهمیم، چون ما مهارت داریم. اونایی که میخوان مطمئن باشن پنیر لیقوان دارن میخرن یا نه، میخوان فرآیند زاغه رو ببینن، باید بیان از لیقوان بخرن. حالا این پنیرها در واقع میادش اینجا و میمونه و الان ما دیگه تو مرحله آخر میخوایم بدونیم که آیا رسیده، جا افتاده یا نه. درسته؟ چیکار باید بکنیم؟ ما وقتی پنیر رو گذاشتیم اینجا، هر از سنگوای مثلا یه ماهش که گذشت میایم زاغه، هر سن یک بار میایم زاغه، اینجوری پنیر رو تکون میدیم. مثلا این پنیره میگیم دستمون تکون میدیم، ببین این صدای آب میده، صدای آب میده، این یعنی نرسیده. درسته. این صدای آب میده، این یعنی نرسیده، این باید بمونه تو زاغه. مثلا ببین، مثلا این پنیره، خب میایم اینجوری برمی‌داریم تکون میدیم، ببین حالا هیچ صدایی نمیده، صدای آب میده، شراب، آب و نمک. این نرسیده، هنوز باید بمونه تو زاغه. و همین که داریم به رسیدن پنیر نگاه میکنیم ببینیم هوا نمیره توش، خراب نشه، چون هوا بره کاملا خراب میشه. از دامداری تاریخچه